موافق بیانات تحت رقم 1 دیوان وزیران از 13 ایول سال جاری، مدتی برای خودگیری آنلاینی داوطلبان با مؤسسه‌های تعلیم عالی تا 27 ایول سال روان دراز کرده شد. از این رو ما خواستیم درباره گروه‌های تاجیکی مؤسسه‌های تعلیم عالی جمهوری ازبکستان و خوانندگان گروه صدای تاجیک معلومات دهیم. امروزها در یک قطار مؤسسه‌های تعلیم عالی جمهوری ازبکستان فاکولتت و گروه‌های تاجیکی عمل می‌کنند. از جمله در دانشگاه دولتی سمرقند، دانشگاه دولتی بخارا، دانشگاه دولتی ترمیز و دانشگاه دولتی فرغانه گروه تاجیکی فیلولوژیا و بازآموزی زبان‌ها فعالیت دارد. اینچنین در دانشکده آموزگاری ازبکستان فنلندیایی تابع دانشگاه دولتی سمرقند گروه‌های تاجیکی تعلیم تا مکتبی، تعلیم ابتدایی، متماتیکا، فیزیکا، کیمیا، بیولوژیا و تعلیم تکنولوژی موجودند. در دانشکده دولتی پداگوژی چرچیق ولایت تاشکند باشد، گروه‌های تاجیکی تعلیم تا مکتبی، تعلیم ابتدایی و زبان و ادبیات تاجیک هر سال داوطلبان را قبول می‌کند. خرسندی آور است که برای سال تحصیل 2022-2023 در دانشکده دولتی تدبیرکاری و پداگوژی دهنوی ولایت سرخاندریا برای داوطلبان از روی اختصاص‌های تعلیم تا مکتبی، تعلیم ابتدایی، متماتیکا و انفرماتیکا، بیولوژیا گروه‌های تاجیکی تشکیل کرده شد. دانش آموزان مکتب‌های همگانی تحصیلات به زبان تاجیکی می توانند به این دانشکده و دانشگاه‌ها حجت‌های خود را سپاریده تحصیل را در این بارگاه‌های با نفوذ تعلیمی ادامه دهند. خوانندگان عزیز، مشتریان گروه صدای تاجیک، ما را پیگیری کنید و در ویدیوی نوبتی ما به شما درباره شماره قبول دانشجویان به این گروه‌های تاجیکی و گروه‌های تاجیکی در شکل تحصیلات غایبانه و شبانه معلومات خواهیم داد.